صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. امروز متاسفانه یک کمی دیر خدمت شما عزیزان رسیدیم، ولی خدا را شکر الحمدلله که بالاخره اومدیم به خونه هاتون و در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه فتوا و پرسش و پاسخ که در این قسمت نیز در خدمت استاد بزرگوار جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بندم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب علی هستم. سلامت باشین. از سوالهای SMS سوالها رو شروع میکنیم و بیننده پرسیدن که اگر برای آنهایی که از دنیا رفتن نماز نفل بخوانیم آیا ثوابش به آنها، یعنی آن کسانی که مردن، میرسد یا نه؟ آیا برای این سوال پرسیدن؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. از نظر اجمالی وقتی که نگاه بکنیم به احکام شریعت در این مورد، یعنی در مورد ایصال ثواب به مردگان، مواردی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست ترغیب و تشویق کردن برای ایصال به ثواب به مردگان که ما مکلف هستیم که اون موارد را عملی بکنیم برای ایصال ثواب به مردگانمون. به طور مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. زمانی که انسان از دنیا می رود اعمالش قطع می شود، یعنی حسابی، یعنی ثوابی به حساب اعمال نیکش اضافه نمی شود و واریز نمی شود، همه قطع می شوند مگر در سه مورد: یک صدقه جاریه، دومی او ولد صالح یدعو له، فرزند نیکوکاری که برای انسان دعای خیر بکند، یا علمی که از اون بهره برداری بشود بعد از وفات کسی بماند. پس بنابراین این موارد سگانه‌ای هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینها را به عنوان اعمال لا ینقطع، اعمالی که ثوابشون قطع نمی شود، رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفی کردند. پس بنابراین هر کسی که میخواهد بعد از مرگ و وفاتش اعمال خیرش همچنان ادامه داشته باشد، و یا این که هر کسی که میخواهد برای مردگان خود ایصال ثواب بکند، راهشون چیزی هست که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: صدقه جاریه برای میت یا دعای خیر برای میت، هیچ گونه اشکالی نداره و هیچ کسی هم در این زمین اختلافی ندارد، یا علمی که یک فرد خود میت اونو در واقع بعد از وفات خودش به جا گذاشته باشه. این به عنوان یک مبدأ و یک اساس هست این روایت در این زمینه در مورد ایصال ثواب به مردگان. از این که بگذاریم در گستره روایات و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میبینیم که مواردی هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم اونها رو تجویز کردند برای ایصال به مردگان، برای ایصال ثواب به مرده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مواردی دیگری رو که در این قالب هستند و مشخصا رسول الله صلی الله علیه وسلم اونها رو معرفی کرده. به طور مثال در صحیح بخاری و مسلم آمده که یک مردی اومد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفت ان امی ماتت و علیها صیام. گفت که مادرم فوت کرده و بر اون در واقع یک صیامی هست، روزه کفاری هست یا قضای روزه هست، روزه نگرفته بود. سوال کرد افاقضیه عنها یا رسول الله، من میتوانم به جای مادرم که از دنیا رفته من روزه بگیرم، روزه های قضا شده اون رو من به جاش بگیرم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بله، فدین الله احق ان یقضى، قرض الله و شایسته تر هست که پرداخت بشود.
یعنی این قرضی هست. اینو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینو در واقع قیاس کردن بر قرض. یعنی همون گونه که اگر کسی بمیرد بر عهدهش قرضی باشد، اگر وارثش اون قرض رو ادا بکند آیا پذیرفته هست یا نیست؟ بل اتفاق پذیرفته هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فدین الله احق ان یقضى، قرض الله متعال حقدارتر هست و اولاتر و شایسته تر هست که در واقع پرداخت بشود. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم تأیید کردند که باید روزه بگیرید. غیر از این روایت دیگری هم اومده از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که من مات و علیه صیام صام عنه ولی، هر کسی بمیرد و از دنیا برود و روزه‌ای برگردانش باشد، ولیش به جای اون میتواند که روزه بگیرد. پس بنابراین غیر از موارد قبلی که بود، یعنی صدقه جاریه به اضافه دعای فرزند صالح به اضافه علمی که ماندگار باشد، یک مورد دیگر در اینجا اضافه شده، روزه گرفتن برای میت هم چیکار هست؟ جایز هست. حدیث داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم. مورد دیگری حج و عمره هست که هم جایز هست. حج و عمره هم جایز هست. در روایت ترمذی و ابو داود و دیگران هم آوردند که یک مردی اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که یک زنی اومد و گفت که یا رسول الله مادرم مرده، ان امی ماتت ولم تحج افاحج عنها، مادرم از دنیا رفته حج فرضیشو انجام نداده، من میتوانم به جایش حج به جا بیاورم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که حج عنها، میتونی که به جایش حج بکنی. پس بنابراین مورد پنجم هست که در اینجا هم اضافه شده. صدقه دادن جایز هست، دعا کردن برای میت جایز هست و اگر کسی خود علمی گذاشته باشه بعد از خودش اینم ثوابش میرسد. روزه گرفتن برای میت، یعنی در اینجا قضای روزه اومده، روزه نفلی بازم در اینجا وارد نشده و ما نمیتوانیم که روزه نفلی را بر روزه فرضی چیکار بکنیم؟ قیاس بکنیم. یک اصل داریم در اصول فقه که در باب عبادات ما قیاس نداریم، نمیشود عبادتی رو بر عبادتی دیگر قیاس کرد. دلیل اومده فقط در مورد این که برای میت میتوانید که روزه قضایی بگیرید، روزه‌ای که قضا شده و انجام نداده خود میت، شما میتونید به جایش در واقع قضا بیاورید. و در مورد حج هم این در واقع وارد شده که حج هم نفلی جایز هست و هم در واقع فرضیش، با توجه به این که یک قاعده در اینجا هست که عبادات محض بدنی در اونها نیابتی نیست. یعنی در عبادتی که محض بدنی باشد نیابتی نیست مگر در صورتی که یک تجویزی و یک مجوزی از جانب شریعت اومده باشه. عبادت صرف بدنی مانند نماز خوندن عبادت صرف بدنی هست، نیابت در اون درست نیست. یعنی ما نمیتوانیم از نظر شرعی که نه برای میت نماز بخونیم و نه برای شخصی که زنده هست، چون این چیزی از نظر شرعی در واقع درست نیست مگر موردی که مجوز شرعی داشته باشه مانند روزه. اما در عبادات مالی نیابت از دیگران در واقع چیکار هست؟ جایز هست، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و خصوصا که حج هم عبادت مالی هست و هم عبادت جانی هست. این مواردی هست که در واقع در شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما مجوز دارند و واضح هست که ما میتونیم این کارها را انجام بدیم. در مورد نماز خواندن برای میت هیچ گونه دلیلی از صحابه و از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل نشده، گرچه برخی از فقها اینو قیاس کردن بر روزه، این رو قیاس کردن در روزه، اما همون گونه که من عرض کردم در باب عبادات ما قیاسی رو نداریم. یک امر عبادی رو نمی شود با قیاس ثابت کرد. و نقطه جالب اینجا هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم خب مردم به خاطر فقر مادی که داشتند خب نمیتونستن برای مردگان خودشون شاید مثلا صدقه زیادی بدن یا شاید براشون به حج بروند یا موارد دیگر. اما ما میبینیم که در این مورد سوال وارد شده، با اینکه سخت‌تر بود. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی راحت بود که یک فردی بلند بشود برای مرده خودش 2 رکعت نماز بخواند. اما کسی نیومده سوال بکند آیا جایز هست من برای مردم نماز بخونم؟ یعنی این که دلیل بر عدم مشروعیت هست، یعنی این که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی وجود نداشته. عبادت سخت‌تر یعنی در مورد روزه گرفتن یا در مورد حج کردن اومده مثلا سوال کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایشون گفتند که جایز هست. اما این عبادت نماز از رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه ثابت نشده که برای مردگان بخونند و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. و تعبیر دیگری در این زمین اومده هر کسی که کار عبادی رو انجام بدهد که امر ما بر اون نیست، یعنی شریعت ما به اون اجازه نداده، امر نکرده،
چون این چیزی از نظر شرعی مردود هست. پس بنابراین نماز خواندن اهم از نماز فرض یا نماز نفل برای مرده جایز نیست بنابر دلایلی که عرض کردم. اما دعا خواندن، صدقه دادن، حج رفتن، روزه فرضی برای میت اگر که روزه هاش قضا شده اینها از نظر شرعی اشکال ندارند و جایز هستند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالی پرسیدن در مورد این که گفتن من همیشه به ذکر خدا عادت کردم، همیشه به همه جا اسم خدا رو میگویم، ذکر میکنم، مثلا الله، الحمدلله، الله اکبر، استغفر الله. حتی در حالتهای رخ داده که در حال انجام گناه هم هستم ذکر خدا میکنم بدون اینکه اختیار زبان خودم را داشته باشم. حالا سوال کرده آیا در موقع گناه که این کار انجام میدم آیا مرتکب یک گناه دیگه نشدم؟ این سوال ایشون دو تا جنبه داره. درست. یک جنبه این است که به عنوان تمسخر باشه، به عنوان تمسخر به ذکر الله باشه، به نام الله متعال باشه، به عنوان یک اهانت باشه به نام الله متعال، این کفر هست. یعنی حتی علما بحثی دارن در مورد این که آیا بسم الله گفتن هر جا جایز هست یا جایز نیست. خب در موارد اعمال خیری که ما انجام میدهیم بسم الله میگوییم، اما فرض کنیم یک فردی سرقت میکند، یا فردی زنا میکند، یا فلان گناه را انجام میدهد، آیا برایش جایز هست که بسم الله بگوید در چنین حالتهایی؟ به اتفاق علما چنین چیزی حرام هست، چنین چیزی جایز نیست. اگر بسم الله گفتن یا ذکر گفتن در حالت گناه و معصیت با هدف تمسخر به نام الله متعال باشد این در واقع کفر حساب میشود. اما اگر بی اختیار باشد انسان ناخواسته چون این کاری رو انجام بدهد یا هدفش در واقع عملا توهین به الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشد، یا اینکه در اون لحظه تصمیم توبه گرفته باشد، تصمیم استغفار گرفته باشد که طلب مغفرت بکند، در این صورت گرچه در هنگام انجام معصیت چون این کاری مناسب نیست، اما با وجود این هم اگر کسی ذکری رو انجام داد ناخواسته در این صورت گناهی انشاءالله که بر اون مترتب نمی شود، زیرا که انما الاعمال بالنیات، معیار اعمال نیت هستند. اگر نیتش در واقع توهین باشد که عرض کردم که کفر است، اگر غیر توهین باشد یا اینکه ناخواسته باشد انشاءالله که الله متعال رو مؤاخذه هم نخواهد کرد. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان را زیرنویس بکنن و بینندگان عزیزم لطف کنین از الان میتونین تماس بگیرین و از اینکه شماره تماس زیرنویس شد و لطف کنید که سوالها را آماده بکنید تا وقت بینندگان دیگه زیاد گرفته نشه و سوالها رو بتونیم به راحتی بگیریم و قابل فهم باشه سوالا. بیننده پرسیدن که آیا سقط جنین گناه است یا نه و چه زمان سقط کردن گناه نیست و اگر زنی به خواست و اجبار شوهرش سقط کند چه حکمی براش دارد؟ بفرمایید. در مورد سقط کردن جنین از نظر فقهای مذاهب اربعه، یعنی جمهور فقها قبل از نفخ روح اینو جایز میدونند. جمهور فقهای اهل سنت و الجماعت، یعنی گروهی از احناف، شوافع و حنبلی ها معتقد بر این هستند تا زمانی که روحی در کالبد این جنین دمیده نشده سقطش هم از نظر شرعی اشکال ندارد و در این میان مالکی ها مقدار سخت‌تر هستند، حکمشون در این زمینه فتواشون مشکل‌تر هست و میگن که حرام هست، چه قبل از نفخ روح باشد چه بعد از آن باشد، چه روحی دمیده باشد یا ندمیده باشد، در هر صورت این در واقع حرام هست. و بیهقی یک روایتی رو نقل کرده از حضرت رفاعت ابن رافع، میگه ما در محضر اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم. حضرت عمر بود، حضرت علی بود، زبیر بود، سعد بود و تعدادی دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودند و بحثی به میان اومد که آیا عزل کردن به تعبیر امروزی جلوگیری از بارداری آیا جایز هست، یعنی به صورت طبیعی یا جایز نیست؟ و صحابه گفتند که نه، این اشکال شرعی ندارد. یکی از کسانی که در اونجا حاضر بود و سوال کرد که بعضی ها گفتند که این به معنی زنده به گور کردن اون نوزاد هست یا اینکه اون جنین هست. بعضی گفتند که و عزل کردن یعنی جلوگیری از بارداری به صورت طبیعی این در واقع مساوی هست با زنده به گور کردن اون جنین و در واقع حملی که در شکم مادر هست.
گفتند که نه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه جواب داد که نه، تا زمانی که این جنین مراحل هفتگانش را طی نکرده باشه در شکم مادر، به هیچ عنوان حکمش حکم موعوده نیست، حکم قتل نفس شمرده نمی شود، حکم زنده بگور کردن در واقع نیست. اون مراحلی رو حضرت علی رضی الله تعالی عنه برشمردند که انسان قبل از اون که از خاک بوده، بعد از اون نطفه باشد، علقه باشد، مضغه باشد، عظام باشد و بعد از آن لحمی و بعد از آن خلق جدیدی که یعنی شکلگیری کالبد انسان باشد. و گفتند تا زمانی که این مراحل را طی نکرده باشد از نظر شرعی اشکالی ندارد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند صدقت اطال الله عمرک، راست گفتی، الله متعال در عمر تو برکت بدهد. از این معلوم می شود که حتی در زمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این مسئله تا زمانی که در جنین روحی دمیده نشده زیاد در این مورد اشکال در واقع نمی گرفتند. اما به صورت یک حکم کلی من عرض بکنم، هر زمانی که سخت، یعنی قبل از 4 ماه عرض میکنم این را، سخت بدون مصلحت شرعی جایز نیست. بدون مصلحت شرعی سخت کردن جایز نیست. اما اگر کسی بنابر یک مصلحتی میخواد سخت بکنه، یا اینکه به طور مثال مادر نمیتواند نوزاد شیرخواری رو دارد و نمیتواند که به بچه دومش برسد، یا از نظر جسمانی ضعیف هست، یا اینکه مشکلی از نظر جسمانی دارد، بیمار هست، نمیتواند که به 2 بچه برسد، میخواد که فاصله در میان فرزندانش باشد، این از نظر شرعی یک نوع مصلحت هست، هم برمیگردد به طرف خود مادر و هم به اون نوزادی که در واقع داره. در این صورت اشکال شرعی ندارد، این یک مصلحت شمرده میشد. اما بدون مصلحت حداقل حکمش این است که قبل از در واقع این که در اون روحی دمیده نشده، حداقل این است که انسان یعنی راضی باشد به قضای الله متعال و قدر الله متعال. اما اگر سخت جنینی انجام شد قبل از 4 ماهگی که در اون جنین روح دمیده بشود، این قتل نفس حساب نمی شود و گناهی بنابر تعبیر بسیار از فقها در واقع شمرده نمی شود. و در صورتی که بعد از 4 ماه باشد، در صورتی سخت جنین جایز هست که منجر به یک نوع ضرر و زیانی به مادر باشد. این از نظر پزشکی یک پزشک معالج و مسلمانی تشخیص بدهد که اگر این جنین در شکم این خانم بماند، این در واقع منجر به فوتش می شود یا منجر به یک عارضه دیگر می شود. در اون صورت سخت جایز هست و در غیر این صورت جایز نیست. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان هم وصله و از بینندگان دوباره خواهش میکنم که لطف کنن از طریق گوشی و تلفن با ما صحبت بکنن و باز هم لطف کنن که سوالهایی که می‌پرسن سوالهای فقهی باشه، سوالای در مورد امور فقهی باشه و سوالای مسائل سیاسی یا نمیدونم رد بعضی شبهات و این مسائل نباشه تا وقت بینندگان ضایع نشه. تشکر میکنم بینندگان و اولین تماس رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. استاد محترم چند سوال داشتم میخواستم اگر اجازه بفرمایید. بفرمایید. سوال اولتون؟ وقتی که کسی فوت میکند فردای آن بعد از نماز صبح به سر قبر آن میت میروند و این کار را ضروری دانسته و همچنان چنین میپندارند که شاید بعد از رفتن آنها به سر قبر آن میت از عذاب آن میت شاید کاسته شود. و سوال دومم، آیا استفاده از عطرهای الکلی جایز است و یا خیر؟ سوال بعدی؟ سوال سوم، اگر کسی پیروی از امام ابو حنیفه می کند آیا حق دارد که همزمان از امامان دیگر هم پیروی کند و یا اینکه حتما باید از یک امام پیروی کند؟ تشکر میکنم استاد محترم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من تشکر میکنم خواهر گرامی. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما. عرض سلام و ادب خدمت شما و خدمت همکاران محترم شما. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. یک سلام ویژه دارم خدمت جناب مولانا صاحب محترم. امیدوارم که سرفراز و موفق باشید. یک سوال داشتم از جناب مولانا صاحب محترم. من یک پسر حدوداً 15-16 ساله دارم صاحب. درست؟ این بنین نماز شام بسیار به تأخیر ادا میکنه صاحب. من هرچی برای از این میگم که نماز بعد از اینکه اذان گفته شد، بعد اینکه اذان داده شد، اذان تمام شد، تو به نماز شام استاد شد، نماز خود ادا کن.
این حدودا 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه تاخیر میکنه، بعد به تاخیر میخونه. باز که من برای از توصیه میکنم که در وقت زمان نماز ادا کو. این برای من میگویه که مشکل نداره، ثواب ادیم از ما هست و گناه ادیم از ما شما دخالت نکنید. و در ضمن هم خداوند تبارک و تعالی به بزرگواری خود به مهربانی خود خداوند برای من یک فرزند دیگه هم عطا کرده، فرزند پسر. من نام ادیر محمد عقیل ماندم سید. میخواستم از جناب مولانا پرسان کنم که نام علی چی معنا داره؟ نام محمد درست صحیح و اسلامی هست یا نه؟ محمد چی؟ محمد عقیل. محمد عقیل. عقیل. درست. بله بله. دیگه از اینه دارم، امیدوار هستم که همیشه سربلند و سرفراز باشید، در کارهای روزمره خود موفق باشید. خداوند به شما عمر طولانی نصیب کنه که در خدمت مسلمانان و مسلمین هستید. دنیایی از افغانستان شما زحمت داده بودم، وقت خوشی به شما. تشکر میکنم. خدا نگهدار شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام. در خدمت شما هستم. مرادی از تاجیکستان. بفرمایید آقای مرادی. سوال من چنین بود، در اون چیزی که آدمی که در یک حوالی با پدر و مادر زندگی کند، هر خیری که میکند مول ضبط میکند، آنهای مثال دعوتی میتید، همه را با زبان گفتن در کار که مثال من در این کار خیرم پدر و مادرم رو حساب کند پروردگار، یا که به طور مستقیم حساب میشوند. مثال در کدام کار خیری که ما انجام دهیم، مثلا اونهای دعوتی میتیم، قربانی میکنیم، و اگر که از پدر و مادر جدا زندگی کند کار خیر کند. همین سوال دیگه ندارین؟ در اعمال پدر و مادر این کارهای خیر فرزند کردگی از مزد خود حساب می شود؟ درست. تشکر میکنم. سلامت باشید. سلامت باشید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از افغانستان تماس گرفتیم. در خدمت شما هستم. آواز ما دارید؟ بفرمایید، صداتون پخش میشه. جناب مولانا صاحب ببخشید، یک چند وقت پیش من همراه یک کسی بحث میکردم در مورد این حلال و حرام. بالاخره او برای من گفت که همین معاشی که شما از دولت میگیرید هم به نوع حلال نیست، حرام است. باز من همین لفظ از دانم برآمد، گفتم در نظام یا رژیمی که دست نشانده باشه، در او اشغال باشه، همین نفس کشیدن هم حرام است. میخواست احتمال کردیم یعنی نفس کشیدن در نظام که اشغال باشه، و مثال همین نظام افغانستان بود. درست. زارن بیننده گرامی رو خط هستین؟ زارن تماسشون قطع شد. تماس بعدی رو وصل کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. میبخشین استاد، ما 3 سوال داشتیم. سوال اولتون؟ یکم نماز جمعه. بله. درباره نماز جمعه که ما چخیل کنیم که در خانه نماز جمعه را خوانده بتونیم. خدمان توقع. بله. خدمان توقع میشه که نماز جمعه را بخوانیم در خانه. درست. یکم خیلی ما را بفهمانیم. دویم سوالم، در تاجیکستان زنا نماز 6 میخونن. میگن که نماز 6 میخونی، 3 حتی نمازهای فرض یعنی نماز واجب هم؟ نمازهای 5 وقته را. بله. نمازها را 6 میخونن. وقتی که نماز را میگن 6 بخونی، 3 فرض نماز ترک میشه. من خواهش میکنم 3 فرض نماز بفهمونی که کدام فرضای ترک میشه. درست. کم سوالم، من 3 فرزند دارم. فرزند قرآن خوانن، نماز خوانن، یکی نامای مسلمانی ندارن. مهمه که من ناماشو کنم یا نه؟ درست.
یعنی چطور نام مسلمانی ندارن؟ چه اسمایی دارن یعنی؟ خواهر گرامی صدای ما را از تلفن بشنوین. رحمت کردم، خسته نباش. سلامت باش. انشالله توضیح میدیم بعد از میان برنامه و تماسی که بیننده من تمام شد. انشالله سوال شما رو جواب میدیم. به تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. حضرت سوال داریم با شما. بفرمایید. حالا یکون سوالی اینه که حضرت همین مجتهد بر ما بفرمایید حضرت مجتهد چند صفت دارد مجتهد؟ و سوال دیگه همین که جناب مولانا صاحب خواهش میکنیم که مریضای داریم در اهل بیت ما دعای خیر کنیم، در حق ما دعای خیر کنیم. بله. سوال دیگه هم دارین؟ رحمت الله بارک. سلامت باش. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، با برنامه وسایل حق من صحبت کنیم. بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. الان که پخش نمیشه. من درخواست میکنم از گوشی با ما صحبت بکنین. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید ما با یک شراب مگر حرام نبود؟ شراب حرام است، بله. ما یک نفر شراب میخوره، بیش گفتیم که شراب نخور. به ما میگفت که عمر شراب میخورده، این حقیقت داره. سوال دیگه هم دارین؟ سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، ببخشید پیشتر قطع شد. عبیدالله هستم از افغانستان. در خدمت شما هستیم. سوال من این است که یک روز من همراه یکی از دوستایم بحث میکردم و بالاخره در بحث من برش گفتم که نظامی که اشغالی باشه، خصوصا نظام افغانستان نگفتم، نفس کشیدن حتی در این نظام حرام است. بله. بله میشنوین؟ همین مطلبی را که من گفتم که نفس کشیدن در همچین نظام حرام است، آیا گپ ما مشکل نداره؟ به دلیل از اینکه اگر یک چیز حلال باشه او را انسان حرام بگویه، خب واضح است که کافر میشه. بله. و دیگه ای که مسائلی که در قرآن آمده در رابطه با تحریم حرام یک چیز، اگر اونا را آدم حلال حرام بگویه خب واضح کافر میشه. اما بعضی مسائل اختلافی که است، اگر در این مورد کسی مثلا مثالی که من نظام افغانستان گفتم نفس کشیدن به این حرام است، میخواستم که این سوال مولانا صاحب جواب بده. درست. سلام علیکم. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. از 4-5 سوال داشتم دامنه عزیز. سال اولتون؟ همین پرنده رو در خانه نگاه داشتن ممکن است در قفس برای لذت خود؟ سال بعدی؟ آدمی که در دنیا کلمه شهادت رو نگفته از دنیا می رود، با ایمان می رود به ایمان؟ یعنی مسلمان هست، نماز خونده ولی در آخر عمر نگفته؟ در کلمه شهادت رو نگفته از دنیا می رود. درست. سال بعدی؟ آدمی که مسلمان. سوال بعدی، جای نماز ها به همین رسم مکه میشه، همین زیر پا کردن ممکن است؟ جانماز یعنی عکس مکه روی جانماز است. بله بله بله. سوال بعدی؟ یعنی آخرین سوال انشاءالله. اگر مشکلی نباشد همین دوملا عبدالقدس گوید در حق ما یک کف دعا کنم شد. سلامت باش. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد 6 تا سوال داشتم. 6 تا ماشاءالله.
بفرمایید. فقط لطف کنید سوالو کم بگیرین تا مجال برای بینندگان دیگه هم باشه. از بینندگان دیگه هم خواهش میکنم که رعایت بکنن. درباره عقیقه استاد. عقیقه؟ بله. من 4 تا فرزند دارم. کلانش 8 ساله است اما در 3 تاش عقیقه نکردم. نمیدونستم در 3 تاش. آخران فرزندم رو عقیقه کردم. پنهانی از پدر مادر عقیقه کردم آخرانش رو. اما 3 تا دیگرش رو نکردم. حاضر شرایطم ندارم که اگر عقیقه کنم. درست. به همین باره میفرمودید. صحیح. سوال دیگه؟ عقیقه چگونه است؟ واجب است اما فرزند 5 ساله 10 ساله شد بازم کردن جایز است. چقدر روشندر خلاصه درباره عقیقه انشالله چی می‌کنید؟ این سوال واضح است. سوال بعدی. سوال دوم بعد وضو رو میشکند. چه چیز؟ بود مثلا انسان از قفای بود میبره. بله. سوال بعدی. سوال دیگرم خون دهان. مثلا من وقتی وضو گیرم یا که سیب خورم از دیخ دندان هایم کم کم خون میبره. خون از دندان هایم. وقتی مثلا سیب خورم میگن چیزی سخت‌تر خورم یا که کم کم مثلا در آب دهانم در دستم بگیرم. بله. که اینا وضو رو میشکنه یا نه؟ 20% آب مثلا آب دهانم 20%ش مثلا خون هست. آیا همیو میشکنه؟ چند قدر خون میشکنه؟ و دیگر در درون نماز خندیدن او نماز رو باطل میکند، وضو رو هم باطل میکند. در درون نماز خندیدن وقتی درست. سوال واضح. سوال بعدی. سوال بعدی مردم ما در روسیه کار میکنن استاد. بله. در شهر روسیه در جایهای کار میکنن که در زوادهایی که زوادهای خمر است که گوشت خوک است بار میکنن مثلا کار میکنن در اینجا. آیا جایز در اینجا کار کردن؟ ما خمر عرق و همین چیزا. درست. سوال اخیرانم در جای ما چیز را غیبت خیلی مشهور است. آیا ای غیبت چه خلاص شدن یا که غیبت رو مثلا شخص رو غیبت کردیم و چقدر از اون توبه کردن یا که چقدر اون رو مثل دیگر گناه ها رو با توبه میشوری غیبت رو چقدر کنید؟ بله. علاج چیز از غیبت توبه کردن یا که درست. تشکر میکنم از شما بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت. سلامت باشین. آخرین تماس بگیریم. بله. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. خواهش میکنم یک سوال فقهی داشتم به عرض سلام به شما. عمر هستم از دنمارک میزنم. یک مادر که 2 تا طفل به دنیا میاره در شفاخانه برای 2 تا طفل برای هر کدامشان علیحده باید آذان گفته شود و یا یک آذان کفایت میکند و آذان در گوش گفته شود یا در کنج اتاق هم اگر آذان بتاید کفایت میکند. لطفا امیر جواب بده. درست. سلام علیکم. سلام رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز. انشالله بعد از اینکه به جواب این سوالا رو دادیم دوباره در خدمت شما هستیم و تماس رو میگیریم از نو. جناب مولانا بیننده اول گفتن که کسی که فوت کرد بعد نماز صبح از تاجیکستان بودن، گفتن بعد نماز صبح میرن این فردای آن بعد نماز صبح میرن سر قبر و میگوین که این کار باعث میشه که از عذاب این شخص کاسته بشه. آیا این چیزی صحت داره یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر شرعی زیارت قبرستان ثابت است و از دیدگاه اهل سنت و الجماعت این یکی از سنت ها هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کردن به زیارت قبرستان، اما برای زیارت قبرستان وقتی رو تعیین نکردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم هر وقتی که انسان بتواند برای زیارت قبرستان برود سنت است و خود رسول الله صلی الله علیه وسلم آنگونه که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید همیشه شبی که نوبت ایشون بوده در آخر شب رسول الله صلی الله علیه وسلم میرفتن قبرستان بقیع و زیارت میکردن. پس بنابراین زیارت قبرستان به عنوان یک اصل و اساس جایز هست و بلکه مستحب هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم و سنت دستور دادند که بروید قبرستان رو زیارت بکنید که فانها تذکرکم الاخره، شما رو به یاد آخرت میاندازد.
اما برای زیارت قبرستان وقتی تعیین نشده و در هیچ جایی نیومده که وقتی که یک فرد مسلمانی سر قبر مسلمانی دیگر برود عذابش یعنی برداشته می شود. چون این چیزی از در عقیده اهل سنت و الجماعت نیست، ولی امکان دارد که به خاطر دعای برادر مسلمان عذاب تخفیف بشود، یا در روایت دیگر اومده که مرده در واقع استیناس بگیرد، یکمی آرام بگیرد، این مواردش هست. اما این که لازم باشد که بعد از دفنش روز بعدش یا یک روز مشخصی حتما باید سر قبر روند، این از نظر شرعی هیچ گونه دلیلی رو ندارد و بدعت هست. یعنی برای عباداتی که انجام گرفته، زیارت قبرستان یک عبادت است. عرض کردم سنت از رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند، با همون کیفیتی باید انجام بشود که رسول الله انجام میداده، یعنی بدون تعیین وقت و زمان، بدون تعیین وقت و زمان اینش جایز هست. اما برای یک عبادتی که در شریعت اسلامی وقتی تعیین نشده ما اون رو محدود بکنیم به یک وقت مشخصی، این از نظر شرعی جایز نیست و بدعت می شود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، چون این کاری مردود هست و از نظر شرعی جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. استفاده از عطری که الکلی باشد چه حکمی دارد؟ الکل که به عنوان یکی از مایعات نشه کننده و مست کننده هست، این در حکم خمر هست، در حکم خمر هست که در واقع حرام هست، یعنی نوشیدنش برای مسلمان در واقع حرام هست و اجازه ندارد که الکل بنوشد. اما اون چیزی که در شریعت اسلامی حرام هست، استفاده الکل به عنوان یک نوشیدنی حرام هست، به عنوان یک نوشیدنی حرام است. بقیه استفاده هایی که از الکل میشود به هیچ عنوان حرام در واقع نیست. استفاده های پزشکی و طبی که دارد جایز هست. اگر در موارد دیگر برای ضد عفونی کردن جسم اگر به کار برود یا برای خوشبویی مثلا استفاده بشود اونگونه که در بسیاری از عطرها اینو به کار میبرند، این از نظر شرعی اشکال ندارد و خود ذات الکل یعنی از نظر شرعی نجس نیست. خود مایع الکل این از نظر شرعی نجس نیست. اگر بر بدن انسان اصابت بکند یا به لباس انسان اصابت بکند به هیچ عنوان لباس رو نجس نمی کند. و اون چیزی که حرام هست فقط نوشیدنش حرام هست و بقیه استعمال هایش از نظر شرعی اشکال ندارند و جایز هست. درست. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که کسی که پیرو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، آیا حق دارد از کسی دیگر هم همزمان از حکم علمای دیگر هم استفاده بکند یا نه؟ ببینید به عنوان یک حکم اصلی ما موظف هستیم از نظر شرعی که باید به حکم الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم که مصدر اصلی ما و منبع اصلی ما در شناخت احکام و در شناخت شریعت و دین اسلامی قرآن هست و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر چیزی رو که الله و رسول دستور داده باشند برای ما دین هست، برای ما سند هست و یک حکم شرعی هست که باید به آن عمل بکنیم. غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم ما هیچ کسی رو نداریم که تمام اقوالش 100% قابل اطمینان باشند و ما مجبور باشیم که 100% باید به قول فلانی ما عمل بکنیم. حضرت امام مالک رحمت الله علیه میفرمایند کل یؤخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر. امام مالک سر منشه مذهب مالکی هست و امام دارالهجره یعنی امام مدینه بوده. ایشون فرمودند که هر کسی که باشد قولش قابل اخذ و قابل رده، هر کسی قولش قابل اخذ یعنی قابل گرفتن هست، عمل کردن هست و قابل رد کردن هست مگر صاحب این قبر یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین ما از نظر اصلی موظف و مکلف هستیم که بر قول خدا و رسول عمل بکنیم. در این زمینه جایگاه ائمه و علما چی هست؟ علما و ائمه بیانگر قرآن و حدیث هستند، مبین احکام شرعی هستند که در قرآن بیان شده یا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم شده، یا اینکه اجتهاد میکنند با اجتهاد خودشون با توجه به معرفتی که با اصول شرعی دارند در واقع اجتهاد میکنند و حکم شرعی رو استنباط میکنند برای مردم بیان میکنند. یک فرد عامی که اهل اجتهاد نیست، با قرآن آشنایی ندارد، با احکام قرآن و حدیث آشنایی ندارد، با روش استنباط آشنایی ندارد، با دلایل آشنایی ندارد،
ندارد و نمیتواند با اصول فقه مثلا آشنایی ندارد، نمیتواند یک حکم شرعی رو خودش استنباط بکند، از نظر شرعی باید از عالمی که به اون اعتماد دارد سوال بکند. از هر کسی از علما که شما پرسیدید یک مطلبی را، به شما یک فتوایی را داد و شما بر علمش، بر دیانتش، بر تقوایش اعتماد داشتید و باور داشتید، بر اون حکم عمل بکنید، شما بری و ذمه هستید. شما بری و ذمه هستید، گناهی برگردن شما نیست. و جایگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت و الجماعت در این اندازه هست، یعنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین، اینها بیانگر و مبین احکام شرعی بودند که از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم استنباط کردند. اما به هیچ عنوان هیچ کسی از اهل سنت و الجماعت معتقد عصمت برای این ائمه نیستند. حتی فراتر از این ائمه، اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم احتمال داشته که اشتباه بکنند. در هر جایی که برای ما ثابت شد که فلان امام فتوایی که داده فتوای درستی نبوده، امروزه برای ما ثابت شد با توجه به روایاتی که در این زمینه وجود دارند، با توجه به صحت و سقم روایاتی که هست، ما به یک محقق و یک مجتهد به این نتیجه رسید که فلان امام در فلان مسئله قولش راجح نیست بلکه مرجوح است. و اختلافاتی که در میان این چهار مذهب وجود داره، حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی، اینها در واقع اختلافات اولا و عدم اولا هست. ما چون این چیزی رو که در یک مذهب حرام باشد که فتوای حرمتش رو قطعی صادر بکنن و مورد اتفاق باشد و در فتوا در یک مذهب دیگر حلال قطعی و 100% باشد، چون این چیزی رو نداریم. بحث اولا و عدم اولا هست که در این حکم در فلان جا بهتر هست، در فلان مذهب میگویند که خوب است. به طور مثال درباره آمین بالجهر در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتند که چون که آمین در واقع دعایی هست، حکمش بقیه دعاها هست، باید آهسته گفته بشود. اما جمهور اهل سنت و الجماعت با توجه به روایاتی که در این زمینه وجود دارد گفتند که نه، با صدای بلند گفته بشود در نماز جماعت و در نمازهای جهریه. همچنین اختلافات دیگری که در مورد رفع یدین یا بقیه موارد است. تمام از ائمه بزرگوار ما و تمام مذاهب اصولشون در استنباطی کی هست؟ اول قرآن هست، بعد حدیث هست، بعدش اجماع هست و بعدش قیاس هست. این یک اصول متفق علیه در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت هستند. الان میرسیم به سوال این خواهرمون که آیا جایز هست یک حنفی در یک موردی بر قولی از امام شافعی عمل بکند یا یک شافعی در یک مسئله بر قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل بکند؟ آیا از نظر شرعی چون این چیزی جایز هست یا جایز نیست؟ در این زمینه اصل هدف رو باید نگاه کرد، انگیزه رو باید نگاه کرد. اگر یک حنفی به یک عالمی از علما اعتماد 100% دارد، به علمش، به تحقیقش، به درایتش، به فهم و استدلالش در واقع ایمان دارد، باور کرده اون رو، میداند که این عالم به خاطر دیانتی که دارد فتوای بیجایی نمیدهد، به خاطر علمی که دارد فتوایش دقیق است، بالفرض اومدیم در فلان مذهب فلان مسئله خلاف مذهب حنفی مثلا فتوا داد، این فرد چون که میداند فلان عالم با دلیل صحبت میکند، اجتهادش اجتهاد درستی است، در اینجا از نظر شرعی میتواند بر قول این عالم عمل بکند، چون که مطمئن است که این عالم اهل علمی هست، با قرآن و حدیث آشنایی دارد، حرفهایش با دلیل و مدرک هست، اهل استنباط و استدلال هست، بر قول اون میتواند عمل بکند. یا یک شافعی میتواند به فتوای یک از علمای احناف که به اون اعتماد دارد بر اون عمل بکند. هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. اشکالی که وجود دارد در اینجا هست که این به خاطر تتبع رخص باشد، به خاطر آسانی باشد که من نگاه میکنم که در فلان مذهب هر حکمی که برای من گفته بشه، من نگاه میکنم که در کدام مذهب آسانتر باشد، ساده تر باشد، من اون رو میروم مثلا عمل میکنم. اگر هدف از این که از مذهب خارج بشود صرفاً هوا و هوس هست، به خاطر این است که دنبال سادگی هست و دیانت برایش مهم نیست، عالم برایش مطرح نیست که این عالم اهل تقوا هست یا اهل تقوا نیست، فقط دنبال سوژه‌ای هست که فلان مذهب ساده تر هست، پس بنابراین من بر اون عمل میکنم، چون این چیزی از دیدگاه تمام فقها حرام هست و تتبع رخص از نظر شرعی جایز نیست. اما اگر به خاطر اعتمادی که به قول یک عالم دارید بر خلاف مذهب اگر فتوا داد، اگر بر قول آن عالم عمل کردید، از نظر شرعی اشکال ندارد و انشالله که شما مصاب هستید و می توانید که بر قول اون عالم و فتوای اون عالم انشالله که عمل بکنید.
جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که پسری دارن 15-16 ساله و نماز هم میخونه، اما گفتن که گله داشتن ازشون که نماز مغرب رو با تأخیر میخونه و بعد از 20 دقیقه تقریبا بعد از اون نماز میخونه و میگوید که این کار مشکلی نداره و اشکال نداره. آیا درسته؟ نماز مغرب بود یا نماز عشا گفتن؟ گفتن نماز شام. نماز شام. بله شام. از نظر شرعی کسانی که در واقع در جایی هستند که نماز جماعت برگزار می شوند باید نماز رو با جماعت بخونند. خصوصا مردان شرکت در نماز جماعت به عنوان یک واجب شرعی هست. اگر در نزدیکی مسجد هستند سعی بکنند که در مسجد نماز بخونند و اگر مسجد دور هست یا نمیتوانند بنابر عذری نتونستند به مسجد بروند یا اصلا در جایی هستند که مسجدی وجود ندارند، وقتی خودشون نماز میخونند در منزل سعی بکنند که نماز رو با جماعت بخونند. وقتی که شما در منزل نماز بخونید، خب اگر مسجد دور هست یا در جایی هستید که مسجدی وجود ندارد، شما امام باشید، پسرانتون، دخترانتون و زن و بچه‌تون همه پشت سر شما اقتدا بکنند. این بهترین راه و روش هست، یعنی ثواب نماز جماعت به شما در واقع میرسد. و نماز مغرب یکی از نمازهایی هست که یا به تعبیر دیگر تنها نمازی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو در یک وقت مشخص خوندن. این حضرت جبرئیل علیه السلام برای تعیین وقت نماز اومدن 2 روز با رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خوندن. در روز اول در اول وقت نماز خوندن، به مجرد اینکه وقت داخل شد نماز خوندن، و در روز دوم در آخر وقت نماز خوندن، و در روز بعدی بعد از آخرین نماز فرمودند که وقت نمازها بین این 2 وقت هست، بین وقت دیروزی که من خوندم و بین وقت امروزی که من خوندم. اما نماز مغرب را در هر 2 روز حضرت جبرئیل علیه السلام با رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک وقت نماز خوندن، به این معنی که وقت مغرب در واقع محدود است. اما این که ربع ساعتی 20 دقیقه از اذان بگذرد بازم وقت مغرب هست، و خواندن نماز در اول وقت یکی از در واقع افضل الاعمال هست، بهترین عمل در واقع شمرده می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که برترین عمل نماز هست که بر وقتش در واقع اقامه، افضل الاعمال الصلاة لوقتها، که سر وقتش باید اقامه بشود، خصوصا نماز مغرب که در واقع وقتش هم در خیلی کم هست و در هر 2 روز حضرت جبرئیل علیه السلام در یک وقتی نماز خوندند. اما اگر به صورت 20 دقیقه یعنی از وقت غروب یا وقت اذان تأخیر بشود، بازم وقت نماز است. برخلاف اولا عمل کردن ایشون، برخلاف اولا عمل کردن و تا زمانی که هوا تاریک نشده بازم وقت نماز مغرب هست، میتونند که نماز مغرب را بخونند و قضا نمی شود. گرچه در اول وقت نماز خواندن، تمام نمازها در اول وقت نماز خواندن در واقع اولاتر هست، افضلتر هست، به استثنای نماز عشا که تأخیرش اولاتر و بهتر هست. اگر مردم صبر میکنن نماز جماعت رو یه مقدار با تأخیر بخونند بهتر هست، و اگر کسی فرادا میخوند باز هم تأخیر بکند از نظر شرعی در واقع اشکال ندارد، بلکه اولاتر و بهتر هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر ضعف ضعیف نبود، اگر بیماری افراد بیمار و کسل نبود، من دستور میدادم که این نماز رو یعنی نماز عشا رو تأخیر بکنند تا پاسی از شب، تا نصف شب، و از نظر شرعی جایز هست، بلکه مستحب است که نماز عشا در واقع با تأخیر خوانده بشود تا ثلث لیل، 1/3 شب، یا تا نصف شب. اما بقیه نمازها اولاتر این است که در اول وقت نماز خونده بشه. و نماز مغرب را تا زمانی که قبل از تاریک شدن هوا اگر بخونند، نمازشون در واقع ادا هست، قضا نیست، یعنی که در وقت نماز خوندن، گرچه در ابتدای وقت اولاتر و بهتر است. تشکر میکنم از شما. سوال بعدی خود بیننده هم گفتن که نام محمد عقیل برای یک فرزند معنیش درسته، خوبه یا نه؟ بله، عقیل یکی از نام اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و برادر حضرت علی رضی الله تعالی عنه عقیل ابن ابی طالب بودند که برادر بزرگتر حضرت علی رضی الله تعالی عنه بودند که در سال 60 از دنیا رفتند. و یک نامی هست که نام اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، اما از نظر معنیش به معنی فعیل هست، یعنی به انسان عاقل، انسان فهیم، انسانی که
که با خرد باشه. یک از معنی هایش این هست. عقیل یعنی انسان با عقل و با خرد و کسی که اهل فهم و درک باشه. معنی دیگری هم دارد به معنی کسی که بسته شده از عقل هست، به معنی بستن. و خود عقل را به خاطر این در واقع عقل میگویند که همین عقلی که فلانی عاقل هست، عقل دارد، به خاطر اینکه انسان را باز می‌دارد، انسان را مهار می‌کند که از کارهای ناشایستی که مناسب نیست، ضرر و زیان دینی یا اجتماعی دارند، جسمانی دارند برای انسان، از اون کارها انسان را باز می‌دارد. به این خاطر گفتند که فلانی عاقل هست. یعنی یک زمامی و یک لگامی در واقع در امورش دارد. عاقل هم به این معنی میاد، یعنی بسته شده، مربوط به معنی ربط، یعنی گره خورده، کسی که بسته شده، یا به معنی عاقل و فهیم هم و با خرد هم اومده. درست. جزاکم الله خیر. آقای مرادی گفتن که کسی که پدر و مادرش و خود شخص در یک جا با هم زندگی میکنن، اگر خیرات بدهد، صدقات بدهد، میتواند پدر و مادر خود را هم در این خیرات شریک بکند یا نه؟ و اگر پدر و مادر از اون خود شخص جدا زندگی میکنن، آیا باز میتونه اونها را شریک کنه؟ بله، اشکالی نداره. به اتفاق تمام فقها یعنی مشارکت دادن پدر و مادر، یعنی با ذکر، یعنی حتی در نیت اون عمل که صدقه خیراتی میکند، میگوید که این صدقه ثوابش به من و به پدر و مادرم برسد. این از نظر شرعی هیچ گونه اشکال ندارد. نه تنها اشکال ندارد، بلکه یکی از موارد احسان و اکرام به پدر و مادر هست که و کار پسندیده ای هست که الله متعال انشاءالله به تمامی فرزندان و اولاد این توفیق را عنایت بکند که برای پدر و مادر خودشون احترام قائل باشند، اکرام بکنند و ایصال ثواب بکنند و شریک بکنند پدر و مادر خودشون را در اعمالی که انجام میدن. این به عنوان سوالیشون بود که گفته بود که من خودم نیت میکنم که شریک باشن. یک صدقه رو میدهد، پدر و مادر با من شریک باشن. صدقه دادن جایز هست، هم برای زنده جایز هست و هم برای مرده جایز هست. از نظر شرعی اشکالی رو ندارن. اما بر مبنای یک اصل شرعی اگر فرزندان انسانهای نیک و صالحی باشند، باز هم ولو اینکه نیت نکنند، ولو اینکه نیت نداشته باشند که به پدر و مادرشون ثواب برسد، بازم به پدر و مادرشون ثواب میرسد، زیرا که اصل وجود انسان در واقع برگرفته از وجود پدر و مادر هست. اونا سبب شدند که این بچه به دنیا میاد. اگر پدر و مادر نبودند این بچه به دنیا نمی اومد. و بنابر اون قاعده ای که مثلا فی الاسلام سنتا حسنه، انشالله که هم به خودش ثواب میرسد و هم به پدر و مادری که ایشونو تربیت کردند و سبب شدند که این فرزند نیکوکار و صالحی باشند، هم به خودش ثواب میرسد و هم به پدر و مادرش ثواب میرسد، ولو اینکه نیت نکند. اما اگر نیت بکند که اولا و بهتر هست. درست. تشکر میکنم از شما. آقا عبیدالله سوالی پرسیدن، گفتن که با شخصی بحث میکردم در مورد حلال و حرام. گفتن که خب معاشی که انسان از دولت میگیرن پس باید حرام باشه، و منم گفتم که پس در نظامی هم که انسان زندگی میکنه و دست نشانده کشور دیگه هست، پس نفس کشیدن هم حرام است. یعنی گفت این حرفا که بین ما گذشت، آیا حکم این را نمیده که ما یک حرامی را حلال میکنیم یا حلال یا حرام میکنیم؟ چه حکمی داریم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که الحلال بین و الحرام بین و بینهما امور مشتبهات. حلال مشخصه و حرام مشخصه. هیچ گونه اخفایی در این زمینه وجود نداره، ابهامی وجود نداره. حلال و حرام در واقع کاملا مشخص هستند و اموری که مشتبه هستند، انسان سعی بکند که از اموری که مشتبه هستند و به هر صورت در اونها شک و تردیدی وجود دارد، انسان باید از اونها پرهیز بکند. و کسانی باید در مورد حلال و حرام صحبت بکنند که اهل حلال و حرام هستند، شناختی از با قرآن دارند، با احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دارند، احکام شرعی رو از قرآن و حدیث میدونند که فلان امر حلال هست یا اینکه حرام هست. فقط کسانی میتوانند اظهار نظر بکنند یا فتوا بدهند که آشنایی داشته باشند با قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این که انسان بدون علم فتوا بدهد، بدون علم یک چیزی رو حلال بکند یا حرام بکند، این از نظر شرعی در واقع گناه و معصیت است. اما این که ایشون به عنوان یک محاجه گفتند، به عنوان یک در واقع دلیلی آوردند که به طرف مقابل که به طور مثال گفته باشه که معاش و حقوقی شما از دولتی میگیرید که چه
مؤسسات دولتی باشه که در مورد تایید مردم نباشد. این حقوق و معاش شما هم حرام هست. این فرد گفته باشه که نفس کشیدن هم پس بنابراین حرام است. این یک یعنی حرام کردن یک حلال نیست، زیرا که به هیچ عنوان کسی نمیتواند نفس کشیدن رو حرام بکند. یعنی نفس کشیدن یک کار فطری هست، یک برخلاف عادت هست، برخلاف اختیار هست. یعنی شما نمیتوانید که نفس نکشید. یعنی وقتی که شما نفس میکشید معنیش این نیست که کار حلالی رو انجام دادید یا کار حرامی رو انجام ندادید، زیرا که نفس کشیدن و نفس نکشیدن به اختیار شما نیست و اساسا نمیتوانید چنین حکمی رو بر چنین عملی در واقع شما صادر بکنید. ایشون من توصیه میکنم هم به ایشون و هم به بقیه تمام بینندگان عزیزمون که در مورد احکام شرعی تا زمانی که خودشون مطمئن نیستند اظهار نظر نکنند که فلان عمل حلال هست یا حرام هست. اما اینکه ایشون گفته باشند که نفس کشیدن هم حرام هست، این حکم شرعی بر این مترتب نمی شود. معنیش این نیست که یک حکم حلالی روشون حرام کرده باشند. این جمله چه از نظر شرعی اشکالی نداره، زیرا که یعنی یک جمله بی معنی هست و یک جمله هست که مصداق و عملا هیچ گونه مصداقی رو نمیشه برای این پیدا کرد. تشکر میکنم از شما. خواهر پرسیدن که آیا زن میتواند در روز جمعه نماز جمعه رو در خانه و منزل بخواند یا نه؟ اگر زن به مسجد برود حکمش همون حکم مرد هست، یعنی نماز جمعه رو بخواند، 2 رکعت نماز جمعه هست اگر در مسجد نماز بخواند. هر کسی چه مرد باشد یا زن باشد به نماز جماعت، یعنی در روز جمعه به نماز جمعه و نماز جماعت نرسید، چه مرد باشد چه زن باشد، چه در مسجد نماز بخواند چه در منزل نماز بخواند، حکمش این است که باید نماز ظهر را بخواند. حکمش این است که باید نماز ظهر را بخواند. نماز جمعه نمازی هست که فقط به صورت جماعت در واقع برگزار می شود و جایش هم در مسجد جامع هست که در اونجا برگزار می شود. هر کسی به نماز جمعه نرسید، اهم از مرد و زن، چه در مسجد نماز بخونند چه در خانه نماز بخونند، چه به صورت فرادا بخونند یا به صورت جماعت بخونند، باید نماز ظهر را بخونند. نماز جمعه خواندن برایشون از نظر شرعی درست نیست و خانم هایی که در منزل نماز بخونند حتما باید نماز ظهر را بخونند و جایز نیست که نماز جمعه رو در اونجا بخونند. حتما باید 4 رکعت نماز ظهر را بخونند. تشکر میکنم از شما. خواهر دیگر پرسیدن که در مناطقشون از تاجیکستان بودن، گفتن زنان عادت دارن به صورت نشسته نماز میخونن، آیا این کار درسته یا نه؟ به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت، قیام برای کسی که قادر به قیام هست، یعنی ایستادن برای کسی که توانایی ایستادن را دارند، در نمازهای فرضی جز ارکان نماز هست، جز فرایض نماز هست و هر نمازی که رکنی از آن فوت بشود، ترکش بکنن اون رکن را، چه به صورت سهوی باشد چه به صورت عمدی باشد، اون نماز باطل هست. در هر نمازی که یکی از ارکان نماز چه به صورت سهوی، فراموشی یا عمدی ترک بشود، اون نماز باطل است. قیام یعنی ایستادن در نمازهای پنجگانه، خواندن نمازهای فرض در حالت ایستاده جز ارکان نماز هست و جز فرایض نماز هست و خواندن نماز فرض به صورت نشسته جایز نیست. حتما باید به صورت ایستاده نماز بخونند، مگر کسی که توانایی ایستادن را ندارد، کسی بیمار هست، کسی لنگ هست و نمیتواند که به ایستاد، برای چنین فردی جایز هست که نشسته نماز بخواند. این در مورد نماز فرض هست، یعنی نماز فرض را به صورت نشسته خواندنش جایز نیست. اگر کسی نشسته نماز خواند، چنین نمازی از عهده اون ساقط نیست و نمازش قبول نمی شود، حتما باید به صورت ایستاده نماز بخواند. اما در نمازهای نفل جایز هست، در نمازهای نفلی و نمازهای سنت جایز هست که انسان نشسته نماز بخواند. اما باز هم ثوابی که نماز ایستاده دارد، نماز نشسته اون ثواب را ندارد، بلکه ثواب نماز نشسته نصف ثوابی هست که در حالت ایستاده خوانده بشود. پس بنابراین خواندن نماز فرض به هیچ صورت مگر در هنگام یعنی عذر، بیماری، نشسته خوندن نماز جایز نیست و ایستادن در نمازهای فرضی جز فرایض و ارکان نماز هست. اگر کسی بدون عذر نشسته نماز بخواند، نمازش باطل هست، باید دوباره اون نماز را اعاده بکند. اما در نمازهای نفلی و سنت جایز است که انسان بنشیند، منتها ثوابش نصف ثواب نمازی هست که در حالت ایستاده خونده میشه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی هم گفتن که فرزندانش مسلمان هستن اما اسمهای اسلامی ندارن، آیا باید اسمها رو عوض بکنن یا نه؟
ایشون متاسفانه صداشون قطع شد و مشخص نبود که اسمشون اسلامی نیستن چی هست. یعنی بعضی از مردم فکر میکنند که اسم اسلامی فقط اون اسمی هست که عربی باشد یا به تعبیری قرآنی باشد یا در حدیث اومده باشد، اینها رو میگن اسلامی هست، بقیه رو میگن اسلامی نیست. اگر واقعا این گونه هست که عملا نامشون غیر اسلامی هست، معناشون خوبه، معنی شاید خوب باشه، یعنی نامش قرآنی نیست، اگر نامش قرآنی نیست، از حدیث نیست، نام صحابه و نام پیغمبران نیست، اما یک نام خوبی هست، معنی خوبی داره، این از نظر شرعی اشکال نداره. لازم نیست که اون رو عوض بکند، لازم نیست که اون نام رو عوض بکنند. اما اگر اسلامی نبودن نام به این معنی هست یک نام شرک آلود هست، یک نام کفر آلودی هست، مانند مثلا که به طور مثال در برخی از جاها مثلا اسم میذارن پیرداد، مثلا پیر یعنی که قبر باشه، بله، مثلا یا مثلا رسول بخش، غلام رسول، این نامهایی که نشانگر این است که یعنی عبودیت و بندگی برای غیر الله، مانند عبدالحسین، عبدالرضا، که انسان رو نشانه این است که عبودیت برای غیر الله متعال باشه. یک نامهایی هستند که شعار کفار هستند، نامهایی که شعار کفار، شعار یهود و نصارا هستند، این نامها غیر اسلامی هستند، یا نامهایی که معنیشون بد هست، از نظر معنی بدی رو در واقع داشته باشند، این نامها غیر اسلامی هست، این نامها رو باید تغییر بدن. اما اگر نام اسلامی هست به این معنی که نام قرآنی هست یا در حدیث اومده نام صحابه هست، نام تابعین هست، نام ائمه هست، یا بدین معنی که معنی بدی رو ندارد، از نظر شرعی اشکال ندارد، میتونند که نام رو بگذارند. اما اگر معنی بدی رو دارد یا بیانگر عبودیت برای غیر الله هست، نام شرک آلودی هست، اون نام رو باید عوض بکنه. جزاکم الله خیر. مجتهد چه کسی است و چه صفاتی دارند؟ مجتهد کسی که یعنی توانایی اجتهاد رو داشته باشد. اجتهاد یعنی استنباط احکام شرعی از قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اجتهاد خودش یک سری ابزاری رو دارد و یک سری علوم پایه‌ای رو دارد که در واقع بدون اونها نمی شود که انسان استنباط کرد. به طور مثال آشنایی با قرآن و سنت، یعنی آشنا باشه با قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، آشنا باشه با مسائلی که مورد اجماع هستند در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت و در میان جمهور در واقع مجتهدین، آشنا باشد به حکم ناسخ و منسوخ در قرآن یا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، کدوم حکم اولا اومده و کدوم حکم در واقع بعدی هست، ناسخ کدوم هست، منسوخ کدوم هست. آشنایی با ادله داشته باشه که این دلیل از نظر صحت و سقمش تا چه اندازه هست، آیا این دلیل، این آیه قرآن، این فلان حدیث میتواند دلیل فلان حکم در واقع باشد. آشنایی داشته باشد با زبان عربی که خود قرآن و حدیث با زبان عربی هستند. آشنایی داشته باشد با اصول فقه که اصول استنباط و اصول در واقع اجتهاد هستند و یکی از علوم پایه و کاربردی هستند در این زمینه. اینها مسائلی است که یک عالم در واقع حتما به این مسائل علم داشته باشد، آشنایی داشته باشد تا اینکه بتواند یک حکم شرعی رو از یک دلیل شرعی در واقع استدلال و استنباط بکند. جزاکم الله خیر. و این بیننده هم درخواست دعا برای مریض کرده بودن و بیننده دیگه هم درخواست دعا کرد. حتما ان شاء الله براشون دعا خواهم. سلامت باشین. نگه داشتن پرنده در منزل آیا درسته یا نه؟ اگر این نگه داشتن پرنده در منزل بدین معنی هست که ظلم بر پرنده نیست، به این معنی که آب و غذایش رو فراهم میکنند و ستم نمی کنند، این از نظر شرعی جایز، از اشکال شرعی ندارد. به دلیل این که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم برادر انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه، خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک قمری رو داشتند و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که می رفتن خونهشون و سوال میکرد که یا ابا عمر ما فعل النقیر، اون قمریت چی شد؟ یعنی تایید کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشون اون پرنده رو در خونه خودش در واقع نگهداری میکرد. و اگر یعنی به این معنی باشد که انسان ظلم بکند، این پرندگان رو نگه داشته و بهشون آب و غذا نمیدهد و بر اونها ستمی روا میدارد، این در واقع یکی از کارهای گناه است. و در حدیث اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال یک زنی را صرفاً به خاطر این که یک گربه را زندانی کرده بود اون رو به جهنم انداخت.
این گربه را زندانی کرده بود، نه بهش آب و غذایی میداد، نه آزادش میگذاشت که خودش برود و خودش را تغذیه بکند. اگر در این حد برسد یک کار گناه و بسیار زشتی هست. اما اگر صرفا نگه داشتنش در خونه هست و آب و غذا و دانش در واقع سر وقت بهش میدهند، این از نظر شرعی اشکال نداره و جایز هست. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن مسلمانی که در هنگام وفات کلمه شهادتین رو نگفته چه حکمی داره؟ اشکال نداره. این معنی نیست که کسی که آخرین گفتهش در دنیا شهادتین نباشد جهنمی هست. معیار یعنی این است که انسان با ایمان برود، نه این که حتما باید با شهادتین از دنیا برود. این چه بسا انسان مسلمانی هست، اهل دیانت بوده، اهل نماز و روزه بوده، هیچ وقتی در هیچ موردی کوتاهی نکرده، اما به گونه‌ای از دنیا می رود که شاید فرصت نکند که شهادتین رو بر زبان بیاورد. با ایمان و بر اساس ایمانی که داشته تا آخرین لحظه که بر حالت ایمان بوده، بر این اساس با اون در واقع برخورد می شود. اما اون کسی که آخرین کلمهش کلمه شهادتین باشد، لا اله الا الله محمد رسول الله باشد، این در واقع یکی از مبشرات هست، یک نوع مژده‌ای هست از جانب الله متعال و یک نوع اطمینان قلبی هست برای بازماندگانش که بله فلان انسان در واقع با ایمان از دنیا رفته. انما الاعمال بالخواتیم، معیار عمل همون آخر هست. وقتی که یک انسانی در آخرین لحظه میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی این که با ایمان از دنیا رفته و حسن خاتمه رو الله متعال نصیبش کرده. اما معنیش این نیست که اگر کسی فرصت نکرد که شهادتین را بگوید این در واقع یک عیبی براش شمرده بشود، یا اینکه در ایمانش شک و اشکالی وجود داشته باشد، یا اینکه در روز قیامت الله متعال را مؤاخذه بکند. این گونه نیست، بلکه الله متعال بر اساس ایمانی که انسان در دنیا داشته، بر این اساس با انسان در واقع در روز قیامت معامله خواهد کرد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن عکس مکه که روی جانماز هست اگر زیر پا قرار بگیره اشکال داره یا نه؟ اشکال نداره. عکس در واقع بیت الحرام باشه یا مسجد النبی باشه یا مسجد الاقصی باشه که معمولا در جانمازها وجود داره، و نماز خوندن سر این جانمازها و مصلاها از نظر شرعی اشکال نداره و ممنوعیت شرعی در این زمینه وجود نداره. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که 4 فرزند دارم که یکیشون 10 ساله است و تا الان براشون عقیقه نکردم چون که شرایطش ندارم. آیا عقیقه واجب است برای هر شخص؟ از نظر شرعی در این زمینه اختلاف نظر وجود داره. بسیاری از علما معتقد هستند که عقیقه اصلا سنت هست، این واجب نیست. یک گروه دیگر از فقها با توجه به روایتی که اومده معتقد هستند که این واجب هست، جزء واجبات هست. اما قول میانه و معتدلی که در این زمینه هست این سنت مؤکده هست. این سنتی است که در اون در واقع تاکید شده که اگر نوزاد پسری بود 2 تا گوسفند برایش ذبح بکنند و اگر دختر بود 1 گوسفندی رو برایش ذبح بکنند. این سنت مؤکده هست، یعنی تاکید در این زمینه وارد شده. اما در صورتی که یک فردی اگر که مثلا فرزندی به دنیا آمد، پسری به دنیا آمد و 1 گوسفندی برایش کشتند و بیشتر از این توانایی نداشت، اشکال شرعی ندارد. و این عرض کردم سنت مؤکده هست برای کسانی که تواناییش را دارند، برای کسانی که تواناییش را داشته باشند. اما اگر کسی توانایی مالی ندارد، هیچ گونه اشکال شرعی بر این مترتب نمی شود و گناهی بر اون مترتب نیست. به عنوان یک قرض و وامی نیست که برگردنش در واقع بماند. در زمانی که بچه به دنیا آمد اگر توانایی داشت که برایش عقیقه بکند فبها و نعم، یک سنتی رو انجام داده. و اگر توانایی نداشت، از نظر مادی این توانایی رو نداشت که عقیقه ذبح بکند، هیچ گناهی بر اون در واقع شمرده نمی شود. اگر بعدها هم، یعنی اصل این است که عقیقه باید در روز 7 باشد، این سنت است. اما اگر بعد از این عقیقه بکند باز هم جایز هست. اگر تأخیر هم بکنند بعد از 1 سال و 2 سال هم اگر عقیقه بکنند باز هم از نظر شرعی اشکال نداره و جایز است. اما اگر کسی به خاطر فقر و تنگدستی نتونست که اصلا عقیقه را انجام بدهد، باز هم هیچ گونه گناهی برگردن اون نیست و در واقع هیچ تأثیری بر خوشبختی فرزند هم ندارد. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن خروج باد آیا وضو را میشکند؟ بله، یکی از شکننده های وضو بالاتفاق این در میان تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت خروج باد هست. هر چیزی که از راه جلو یا از راه عقب خارج بشود از نظر شرعی این جزء شکننده های وضو شمرده می شود.
خونی که از دندان میآید آیا وضو رو میشکنه؟ خون به صورت کلی از دیدگاه تمام فقها یعنی جمهور فقهای اهل سنت و الجماعت جزء شکننده های وضو نیست. در مذهب امام احمد، در مذهب امام شافعی و دیگر مجتهدان جزء شکننده های وضو شمرده نمی شود. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در صورتی که این خون از پوست خارج بشود، یعنی از زیر پوست خارج بشود و به ظاهر پوست برسد، این جزء شکننده های وضو شمرده می شود، اما با شرایطی. شرایطش این است که حتما ظاهر بشود، یعنی خون جریان پیدا بکند بر روی پوست بدن و یا این که به صورت روان باشد. اگر یک کسی مثلا خونش زیر پوست مرده باشد و پوست را بخراشد و اون تکه منجمد و خشک شده خون بیرون بشود، باز هم این شکننده وضو نیست. اگر یک در واقع آبله یک جایی رو فشار بدهند و چرکی از اون خارج بشود، باز هم شکننده وضو نیست. اگر در دندانی خون بیاید و به اندازه زیاد نباشد، باز هم شکننده وضو نیست. اینها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند. اگر در صورتی که دندان، این عرض میکنم بر اساس مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، وگرنه در بقیه مذاهب هیچ عنوان با خروج خون وضو نمیشکند. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر دندان کسی خون آمد و این خون بر آب دهانش غالب شد و خون بر آب دهانش غالب شد، این در واقع شکننده وضو هست. اما به مجرد این که میوه رو خورده و یک زردی بر میوه مثلا باقی مونده متوجه شد که دندانش خون اومده، به مجرد این وضو نمیشکند. درست. جزاکم الله خیر. خنده آیا در نماز وضو را و نماز را باطل میکنه یا نه؟ بنابر قول راجح و رأی جمهور اهل سنت و الجماعت این مبطل نماز هست، یعنی نماز را باطل میکند اما مبطل وضو نیست. درست. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که در روسیه کار میکنن و در جایی که کار میکنن مجبورن که گوشت خوک و شراب و خمر را حمل بکنن. آیا حمل این وسایل جایز هست یا نه؟ این موارد شراب، خصوصا شراب که در این زمینه نص شرعی داریم، رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی حامل شراب رو هم نفرین کردند. لعن الله الخمر و شاربها، تا ادامه این روایت که میفرمایند که الله متعال هم شراب رو نفرین کرده، هم شاربش را، هم حاملش را، هم اون کسی که شراب را میگیرد یعنی که شراب درست میکند و اون کسی که حملش میکند، اون کسی که به طرف اون حمل کرده میشود برایش برده میشود. تمام این موارد را رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرین کردند و هر کاری که از نظر شرعی در اون یک نفرینی اومده، یک لعنی وارد شده، یک وعیدی وارد شده، این از نظر شرعی گناه کبیره هست و انسان مسلمان باید از اون پرهیز بکند. از اتاق فرمانم خواهش میکنم که دوباره شماره تماس بینندگان را زیرنویس بکنن و بینندگان سوالاشون رو آماده بکنن تا چند سوال دیگه هم بگیریم تا پاسخ بدیم. جناب مولانا بیننده گفتن که غیبت چه حکمی دارد و برای جبران غیبت کسی میخواد توبه بکنه از این کار باید چه کار کنه؟ بله، توبه به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت و به تصریح قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع حرام هست و حتی الله متعال اینو تشبیه کرده ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. مانند این است، اگر بخوایم اینو تجسم بکنیم، مانند این است که یک انسانی مرده باشد، شما بخواهید که گوشت برادر مرده تان را بخورید. تا این اندازه یعنی این عمل زشت هست و از نظر شرعی حرام و ناجایز هست. این به عنوان یک حکم اصلی در مورد غیبت است که حرام قطعی و 100% هست. و یک تصوری که معمولا مردم دارند در مورد غیبت که یعنی تصور بیجایی هست، فکر میکنند که در یک روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد غیبت صحبت میکردند که یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ارائیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول الله اگر این چیزی که در مورد غیبت اومده ذکرک اخاک بما یکره، ذکرک اخاک بما یکره، یعنی یک مطلبی رو در مورد برادر و خواهر مسلمانت بیان بکنی که اون دوست ندارد. یک موردی رو که اون دوست ندارد که پخش بشه، مردم خبر بشن، تو رفتی جای دیگر تعریف کردی، این میشود غیبت. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که یا رسول الله اگر حرفی که من میگویم فعلا و عملا برادر مسلمانم اون مشکل رو داشته باشه، اون عیب رو داشته باشه، اون حرفی که من میزنم راست باشد، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اگر راست گفته باشی غیبتش کردی.
اگر راست گفته باشی غیبتش کردی و اگر دروغ گفته باشی متهمش کردی، اتهامش زدید که اون یک بهتان زدی که اون یک گناه در واقع بزرگتر و بالاتری هست. انسان باید سعی بکند که به هیچ عنوان یک فردی را که در مجلس حضور ندارد از اون یک مطلبی را که مطمئناً اون فرد خوشش نمیاد، دوست ندارد، چون این نقل قولی رو نکند، چون این چیزی رو مطلبی رو برای مردم بیان نکند. این یک مورد هست و خب این در دنیا هست. هر کسی در دنیا از کسی رو غیبت کرده باید برود حلالیت طلب بکند و معافیت طلب بکند که فلانی من غیبت تو را کردم، در یک جایی اشتباه کردم، در مورد تو چنین و چنان گفتم، من رو معاف بکن. این یک حکم اصلی هست که توبه اصلی درباره حقوق الناس این است که انسان باید از خود صاحب حق معافی طلبی بکند، از خود صاحب حق برود و بگوید که مرا معاف بکن و مرا حلال بکن. این یک مورد هست. مورد دیگر این که انسان بالفرض این که نمیتواند که برود بهش بگوید که من چنین و چنان در مورد تو گفتم، شاید مشکل بیشتری به وجود بیاد، شاید درگیری به وجود بیاد، یک فتنه بزرگی شاید ایجاد بشود که گناهش از خود اصل غیبت شاید بیشتر باشد. در این مورد انسان باید در همون جایی و در همون جلسه‌ای که غیبت کرده در همونجا برود اظهار پشیمانی بکند، حرف خودش رو تکذیب بکند یا حرف خودش رو توجیه بکند، یا برود در همون جلسه از همون کسی که غیبتش را کرده در اونجا ازش تعریف بکند، صفت بدش را گفته که چنین و چنان هست، فلان و بهمان عیب را دارد، برود تعریفش بکند که فلانی نمیدونه فلان صفت خیر رو هم در واقع دارد و در کنار این برای کسی که غیبت کرده برایش دعای خیر بکند. برای کسی که غیبت کرده دعای خیر بکنه، مثلا دعا بکند که اللهم اغفر لی ولمن اغتبت، پروردگار مرا و کسانی را که من غیبتشون کردم اونها را مورد مغفرت قرار بده. خب این ثواب این دعا برای اون فردی که شما غیبتش کردی به اون میرسه. در روز قیامت الله متعال اون را اختیار میدهد، یا ثواب این در واقع دعا رو برمیدارد یا این که به اندازه غیبتی که شما انجام دادی از اعمال خیر شما، از ثوابهای شما در واقع برمیدارد. در هر دو صورت شما در این زمینه ضرر نکردید، در هر دو صورت شما ضرر نکردید، زیرا که در روز قیامت با درهم و دینار و با پول دیگه در واقع نمی شود حق کسی رو پرداخت کرد، صرفاً با اعمال صالحه در روز قیامت معامله می شوند. اگر شما در دنیا مال کسی را خوردید، اگر غیبت کسی را کردید، اگر کسی به فحش دادید، دشنام دادید، آبرویش را بردید، بنابر حدیثی که بارها در اینجا مطرح کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد مفلس فرمودند که مفلس امت من کسی است که در روز قیامت با نماز و روزه و زکات و حج و اعمال خیر می رود، اما شاکیان زیادی رو دارد. یکی میآید به خاطر غیبتی که ازش کرده از اعمال ثوابش برمی‌دارد، یکی به خاطر مالی که برداشته، یکی به خاطر سیلی که به کسی زده، از اعمال خیر این فرد برمی‌دارند، اعمال خیرش تمام می‌شود و بازم شاکیان وجود دارند، از اعمال بد و گناهان شاکیان برمی‌دارند، برگردن اون فرد می‌گذارند و اون به خاطر این در واقع به جهنم می‌رود. این نقطه رو انسان باید همیشه در نظر داشته باشه که در روز قیامت انسان بالاترین عزیز خودش را، پدر و مادرش را، به تصریح آیات قرآن که انسان از برادرش، از پدرش، از مادرش، از همسرش از همه در واقع فرار میکنند و هر کسی به یک ذره نیازمند اعمال خیر هست. اگر پدر و فرزندی رو تصور بکنیم، زن و شوهری رو تصور بکنیم در روز قیامت، اگر که محبوب ترین زن شما در دنیا که محبوب تر بوده در روز قیامت بگید که من 1/100 نیکی میخوام، یک ذره نیکی میخوام که منم به بهشت برم، کسی حاضر نیست که بهش بدهد. اگر فرزند بگید که من فقط یک نیکی لازم دارم که به بهشت برم، پدر حاضر نیست که به اون بدهد. واقعا جای تأسف هست در روز قیامت که ما حاضر نیستیم که اعمال خیر خودمان را به عزیزترین افراد خودمان، به پدر و مادر خودمان هدیه بکنیم. واقعا جای تأسف دارد که اعمال خیر خودمان را دو دستی تقدیم دشمنان ما بکنیم. کسی که دشمن ما هست غیبتش رو کردیم، بدش رو گفتیم، از اون بدیمون می اومده که این کار رو انجام دادیم، حاضر هستیم که در روز قیامت اعمال خیر خود ما رو تقدیم بکنیم، به دو دستی به اون بدیم. اما پدر و مادر و عزیزانی که در دنیا داشتیم حاضر نیستیم که حتی یک سری سوزنی به اونها در روز قیامت در واقع ما کمک بکنیم. پس بنابراین توبه غیبت این است که انسان برود طلب معافیت بکند در مرحله اول و در مرحله دوم به اندازه‌ای که غیبت کرده برای اون کسی که غیبت شده باید دعا بکند تا اینکه در روز
مطمئن باشد که ثواب این عمل و ثواب این دعا به اندازه گناه اون در واقع غیبت باشد. یعنی این ثواب اون غیبت را، گناه غیبت را تحت شعاع قرار داده باشد و این در واقع سنگین تر باشد. به این گونه ان شاء الله الله متعال توبه غیبت کننده رو میپذیرد. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان وصله. چند تا تماس بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. من باز از بینندگان عزیز خواهش میکنم که از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنن و منتظر این نباشن که صدا از تلویزیون پخش بشه. بفرمایید بیننده گرامی. از افغانستان زنگ زدم، یک سوال دارم. بفرمایید سوالتان. سوال ما همی است که ما یک مرمی در وجودم بوده، گفتم اگر این مرمی بیرون شه من 40 روز به جماعت میرم. اگر این نرم چه کار میشه؟ اگر چیزی به دقیقه دیگه نداره که فدیه یک چیزی بسن بره؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. در خدمت شما هستیم. همچنان سلام برای استاد محترم عبدالقدوس دهقان میرسونم و برای شما و برای کارمندای تلویزیون وصال. خواستم یک چند سوال داشتم. سوال اولی است که مثلا در نماز آدم سوره را میخونه که فرمثال آخرش سجده می داشته باشه. اگر احیانا آدم میخونه و فکر آدم نمیشه که این سوره را میخونه که درش سجده است، مثلا خصوصا سوره حلقه فرمثال که میخونیم، میشه که در اون حالت آدم سجده بره پس دوباره استاد شه یک سوره دیگه بخونه با رکوع سجده کنه؟ این سوال. و سوال دیگه است که یک تعداد مردم یک گروه منحرف هستند که مثلا کسایی که قرآنیون هستند که حدیث رد میکنن و اونا هم دو گروه شده. یک گروهشون بخی احادیث رد میکنن و گروه دیگه شون است که میگه احادیثی که موزون با قرآن است ما قبول داریم و احادیثی که مغایرت با قرآن داره ما او را قبول نداریم. این حال ما از استاد میخواستم سوال کنم که آیا امکان داره که بعض احادیث باشه که مثلا با قرآن مغایرت داشته باشه و او احادیث صحیح باشه و احادیث موزون با قرآن باشه که او احادیث جعلی و یا ساختگی باشه؟ آیا چنین احادیث از وجود داره یا نه؟ سوال بعدی؟ دو سوال. بله از استاد محترم خواستم. یک جان تشکر. سلامت باشه. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. آخه شکر خدا. میگم میشه بعد از برنامه با دهقان حرف بزنم؟ انشالله بعد برنامه 10 دقیقه بعد برنامه میتونید تماس بگیرید. سلامت باشه. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. خسته نباشید استاد گرامی. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. سوال شهریتون لطفاً. دو تا سوال هست. سوال اول این که رفع یدین حکمش چیه؟ واجب، سنت، انجام دادن یا ندادن چه حکمی داره؟ سوال بعدی. و سوال دوم این که تراویح در ماه مبارک رمضان چند رکعته، یعنی روش صحیح چند رکعته؟ بعضیا میگن 8 رکعته، بعضیا میگن 20 رکعته. اگه اینو پاسخ بدی ممنون میشم. التماس دعا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. اگر جا میخواستم پرسم که ما یک برادر داشتیم و یک کس خاندار میکردگی بودیم. وقتی خاندار شدی بود 4 روز مانده بود برادرامو وفات کردم، بندگی کردم. همون کیرین اکون همون عروس. بله. عروس چند ماه و ایدهش چقدر است؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟
هزارم سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. من دین ابن فستن باسی. بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. زلفی هستم از تاجیکستان. بفرمایید. میخواستم فهمم که بعد از ختم قرآن صدقه کردن شرط است برای قرآن خوندن. سال بعدی یک بار دیگر سوال دادم. دیدم را بودم زنی که با شوهرش جنگ شود، بعد از او بخشش پرسد اگر گناهی کرده شو شوهر بخشد، باز هم گناه حساب می شود؟ تشکر میکنم از شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین. مولوی 8 تا 9 تا سوال داریم و نیم ساعت کمتر وقت داریم. یک سوال بگیریم تا تمام بشه. آخرین تماس بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر محترم، خوب هستین؟ سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. من محمد مزولات بادغیس افغانستان تماس میگیرم. بفرمایید. جای ما یک اصطلاح مولوی که زمینی که میفروشم 1 متری و 4 دوباره شفبند میکنم که یعنی که من شفم نتونم گرفته. این چی رقم میشه؟ از جناب مولانا که میخوایم که امیر مشخص بگم. اولش نفهمیدم، دوباره سوال بپرسین. در مورد شفعه در زمین. بله میگم همین زمینی که میفروشن. بله. زمین من 4 اطرافی و 1 متر صاحب زمین نگر میداره، اونو میفروشه به یک آدم دیگه. درست. مثلا که من شخ نشم، زمین من کنار اینو مثلا به نام شخبند میکنه. همین هم یک رای داره که مثلا این شخبندی بشکنی که یعنی حق من نسیزه بتانم که این زمین بگیرم از اونو. درست. تشکر میکنم از شما. از بینندگان عزیزم تشکر میکنیم و در اینجا یک میان برنامه کوتاهی میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. سيأتي الضياء سيأتي الضياء بروم الغيوم. سيأتي الضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا
كفنا شعلة من علوم. وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم. فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم. وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم. فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم. سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم. ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم. ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. ونحن الأبات وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم. ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم. ونحن الأبات وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم. ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم. سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم. ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم. ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم. فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تأتي الخصوم. ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم. فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تأتي الخصوم. اینجا وادی قدید است، 130 کیلومتری شمال مکه مکرمه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تحمل زحمات و مشقات فراوان از این مسیر به طرف مدینه منوره هجرت نمودند تا دین مبین اسلام را برای ما برسانند و اولین حکومت اسلامی را در شهر مبارک مدینه منوره تأسیس نمایند. ما در وصال حق همگام با نبی رحمت برای اعلای کلمت الله این راه را ادامه خواهیم. سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز.
جناب مولانا بیننده پرسیدن که اگر فرزند دوقلویی به دنیا بیاید آیا اذان برای هر کدام باید جداگانه باشد و یا برای یک اذان کافیه و آیا باید در گوش باشد یا در اتاق؟ همون یک اذان کفایت میکند، یعنی لازم نیست که حتما دهانشون رو توی گوش نوزاد بگیرن. همین که دو تا نوزاد باشند بشنوند در اون اتاق یا از آن گفته بشود این کفایت میکند و سنت ادا میشود. جزاکم الله خیر. بیانده گفتن که یک نظری داشتم که انجام شد و نظرم این بود گفتن که برم به جماعت تبلیغ 4 ماهه. الان آیا راهی هست برای اینکه از این نظرم برگردم؟ بله، از نظر شرعی خود نظر کردن یک امر مکروهی هست که انسان نباید نظر بکند، بلکه ما باید خودمون اعمال خیر و صالحی رو داشته باشیم که در هنگامی که دچار مشکل بشیم بتونیم که با اعمال صالحمون توسل بکنیم. منتظر این نباشیم که ما گرفتار بشیم مصیبتی بر سر ما بیاد بعد از این نظر بکنیم که خدایا اگر فلان کار رو برای من انجام دادی من فلان عبادت رو برای تو انجام میدم. یعنی ما حق نداریم که برای الله متعال شرط بگذاریم و حد و مرزی رو تعیین بکنیم، بلکه ما خودسرانه در حالت عادی در حالتی که مشکلی نداریم باید چنان اعمال خیری رو داشته باشیم که در صورتی که دچار مشکل شدیم بتوانیم با اون اعمال خیرمون در واقع توسل بکنیم. این راه صحیح و درستش است. اما اگر کسی نظر کرد که یک عبادتی رو انجام میدهد باید اون عبادت رو انجام بدهد. اگر نظر کرد من فلان کار رو انجام میدهم از نظر شرعی باید اون کار رو اگر عبادت باشه اگر جایز باشه میتونه اون کار رو باید انجام بدهد و در صورتی که نتوانست اون کار رو انجام بدهد حکمش حکم قسم هست. حکم نظری که شما نمیتوانید انجام بدهید بنابر مسائلی حکمش حکم قسم هست، یعنی این که کفاره قسم بدهید و کفاره قسم 10 مسکین غذا دادن هست یا 10 مسکین لباس بدید، اول غذا بعد از آن لباس، البته که آزادی برده که وجود ندارد، یا این که از میان این دو موردی که رو انتخاب بکنید 3 مورد هستن در اصل، این آزادی برده به اضافه 10 مسکین رو غذا دادن و 10 مسکین رو لباس دادن. از این 3 مورد یکی رو انتخاب بکنند که برده که امروزه وجود ندارد، از این 2 مورد یکی رو انتخاب بکنند، یا اینکه به 10 مسکین غذا بدهد و به هر مسکین معادل نصف سا. نصف سا یعنی چیزی حدود 1.5 کیلو از گندم باشد، برنج باشد یا موارد دیگر از اقلام غذایی باشد، به هر مسکین به معادل 1.5 کیلوی گندم یا چیزی دیگر بدهد، یا اینکه بهشون لباس بدهد، مثلا به 10 نفر هر یکی رو مثلا 1 دستمال بدهد. این میشود من کفاره قسم. و در صورتی که توانایی این مورد رو ندارد 3 روز را روزه بگیرد. اگر توانایی غذا دادن یا لباس دادن را دارد حتما باید این کار را بکنه در مرحله اول. اگر تواناییش را نداشت از نظر مادی میتواند که به جای 3 روز را روزه بگیرد. جزاکم الله خیر. بیانده بعدی گفتن که اگر کسی در نماز سوره را قرائت کرد که سجده دارد ولی فراموش کرد که سجده کند چه حکمی دارد و اگر سجده در آخر سوره باشد و به سجده رفت باید بعد از بالا آمدن دوباره سوره بخواند؟ بله، این چندین مورد در اینجا جایز است. یکی اینکه قبل از اینکه به آیه سجده برسد اصلا سوره سجده را نخواند و به رکوع برود. سوره سجده را نخواند، آیه سجده را نخواند، به رکوع برود یا اون آیه بماند. اینش هم درست است. اگر خون سوره در آخر خون میتواند که به سجده برود، سجده بکند، بعد از سجده دوباره بلند بشود و یک آیه دیگر بخواند یا یک سوره دیگر بخواند و بعد از آن به رکوع برود. این هم در واقع جایز است. یا اینکه به صورت کلی ولو این که آیه سجده را خوانده باشد اصلا سجده نکند، ولو این که آیه سجده را در نماز خونده باشد سجده نکند، بلکه مستقیما به رکوع برود و نماز خودش را کامل بکند. همون سجده نماز جایگزین سجده تلاوت خواهد شد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که بعضی هستن که معروف هستن به قرآنیون که حدیث را رد میکنن و بعضی هستن که بعضی از احادیث را رد میکنن به این صورت که گفتن اگر احادیث موزون با قرآن باشه درسته ولی اگر موزون با قرآن نباشه رده. آیا چنین احادیث هم وجود داره که موزون با قرآن احادیث باشه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم با دقت و ظرافت بسیار زیادی در واقع تحلیل و بررسی شده، از نظر سندی، از نظر محتوایی، از نظر ثبوت یک روایت، یک معیارهای بسیار دقیق و بسیار قوی وجود دارد که ما رو به این اطمینان میرسد که این گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و امکان ندارد که یک حدیث صحیحی که با طریق صحیح در واقع ثابت شده
با یک آیه از قرآن کریم در واقع تضاد داشته باشد. چه بسا که یک فردی که آشنایی درستی نداشته باشد با قرآن کریم یا با حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا معنی آیه قرآن را یا معنی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را نفهمیده باشد، مورد خاصش رو نفهمیده باشد، چنین ادعایی را بکند. اما وقتی که بخوایم تحقیق بکنیم، تحلیل بکنیم، امکان ندارد که یک حدیث صحیح و صریح با صریح قرآن کریم در واقع تضاد داشته باشد. درست. جزاکم الله خیر. رفع یدین در نماز چه حکمی داره؟ رفع یدین در نماز بنابر قول جمهور اهل علم و مذاهب اهل سنت و الجماعت جزء سنت های نماز هست و از تعداد زیادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت هست و به اندازه تواتر در واقع رسیده. رفع یدین یکی از سنت های در نماز هست که انسان باید سعی بکند که اگر میخواد که نمازش کاملتر باشد، ثوابش بیشتر باشد، تمامی سنن و آداب نماز را انسان باید مراعات بکند. جزاکم الله خیر. تراویح در ماه رمضان چند رکعت است؟ تراویح یعنی نماز قیام شبهای رمضان و اسم اصلیش همون نماز قیام هست که در روایت اومده من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، و تعبیر به نماز تراویح به خاطر استراحتی است که بعد از هر 4 رکعت در واقع انجام میگیرد. به این خاطر این نماز را نماز تراویح جمع ترویح است به معنی استراحت کردن. و در مورد تعداد رکعات در نماز تراویح یک امر مشخصی از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم که امر کرده باشند که در شبهای رمضان شما فلان تعداد رکعت نماز بخوانید، چون چیزی وجود ندارد. عمل شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم اونگونه که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند 8 رکعت بوده، یعنی 8 رکعت نماز شب را میخوندند به اضافه نماز وتری که رو در واقع اضافه میکردند، 3 رکعت دیگر نماز وتر میخوندند. این از عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت است که حضرت عایشه میفرمایند که ایشون در رمضان و غیر رمضان این 8 رکعت را میخوندند. و منتها اون نمازی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میخوندند نماز با کیفیتی بوده که خود حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرمایند که لا تسأل عن حسنهن و طولهن، 4 رکعت میخوندند ایشون و نپرس که نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم چقدر زیبا و چقدر طولانی بوده. ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 شب یا 4 شب اومدن در مسجد در ماه مبارک رمضان نماز تراویح را یا نماز قیام را با جماعت خوندند و در این شبها بعد از نماز عشا شروع کردند، یعنی مردم رفته بودند خونه های خودشون، دوباره بازگشتند به مسجد نماز تراویح خوندند. در یکی از شبها رسول الله صلی الله علیه وسلم به اندازه این نماز را طولانی کردند که حتی صحابه ترسیدند که ما به سحر خوردن هم نرسیم. یعنی از چیزی که در شبهای ماه مبارک رمضان مسنون هست قیام رمضان هست، تعداد رکعات مطرح نیست. یک کسی سر شب 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت نماز در واقع تراویح بخواند، بر اون فرموده رسول الله و بر سنت رسول الله که تا نزدیک سحر نماز میخونند بر اون عمل نکرده، گرچه قیام را انجام داده اما از نظر کیفیت دقیقاً بر اون سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل نکرده. ثابت است که در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مردم 20 رکعت میخوندند. با سند صحیح ثابت است که مردم در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه 20 رکعت میخوندند و در میان از مذاهب اهل سنت و الجماعت ما 8 رکعت هم داریم، فقهایی که معتقد بودن 20 رکعت هم داریم که جمهور فقها هستند، 36 رکعت هم داریم، 41 رکعت هم داریم. خود این اختلاف در تعداد رکعات به این معنی هست که در شریعت اسلامی رکعت معیار نیست، تعداد رکعات مشخص نشده، وگرنه اگر از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعت مشخص شده بود این همه اختلاف به وجود نمی آمد. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه جمع کرده در میان این مذاهب اهل سنت و مذاهب فقها، گفته که اگر انسان نماز را با کیفیت رسول الله صلی الله علیه وسلم میخواند 8 رکعت سنت است، با کیفیت رسول الله که 8 رکعت میخوندند بسیار طولانی و بسیار زیبا که احیانا تا وقت سحر هم چیکار میکرد؟ ادامه پیدا میکرد. اگر کسی توانایی دارد که بر این سنت عمل بکند این اولاتر هست و بهتر هست، ثوابش هم در واقع بیشتر است، هم ثواب قیام اللیل را دارد و هم ثواب اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را. اما به اتفاق فقها اگر کسی کیفیت نمازش پایینتر هست، یعنی سوره های کوتاه‌تری رو میخواند، قیامش، قرائتش، رکوع سجودش در واقع سبکتر هست، میتواند که تعداد رکعات رو چیکار بکند؟ اضافه بکند. اگر کسی بالفرض 2 رکعت نماز رو شروع کرد بعد از نماز عشا اصلا دلش نیومد که این 2 رکعت رو قطع بکند تا نماز فجر،
آفرین مرحباش باشه، نمازش درسته و بر سنت عمل کرده و ثواب قیام اللیل بهش میرسد. 4 رکعت خوند، 8 رکعت خوند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و 8 رکعت چون که از خود عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست، با همون کیفیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خوندن این سنت هست و اولاتر هست. اما بدین معنی نیست که اگر کسی بیشتر خواند بدعتی رو انجام داده. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون نمیفرماد که هر کس در شب‌های رمضان 4 رکعت خوند یا 8 رکعت خوند، بلکه ترغیب اومده که من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کسی که قیام بکند رمضان رو، یعنی شب‌های رمضان رو با عبادت بگذراند. پس بنابراین تعداد رکعات مطرح نیست. اگر کسی 4 رکعت خوند هم بر سنت عمل کرده، 20 رکعت خوند هم بر سنت عمل کرده، 36 رکعت یا 41 رکعت یا کمتر و بیشتر خوند هم بر سنت در واقع عمل کرده و از نظر شرعی جایز هست و این مسائل نباید مورد اختلاف باشند و سبب تفرقه در جامعه مسلمانان قرار بگیرند. ان شاء الله. جزاکم الله خیرا. بیننده بعدی گفتن که برادری داشتن که قبل از اینکه یعنی عقد کرده بودن یا خطبه نکاح خونده بودن ولی قبل از ازدواج وفات کردن. سوالش این است که این عروس عده‌اش چقدر است؟ در مورد عده وفات تفاوتی نداره که عروسی کرده باشند یا عروسی نکرده باشند، در هر دو صورت عده‌اش یکی هست. یعنی چه عروسی کرده باشند یا صرفاً عقد کرده باشند و شوهر بعد از عقد قبل از عروسی بمیرد یا بعد از عروسی بمیرد، در هر دو صورت حکم شرعیش یکی هست، یعنی اینکه 4 ماه و 10 روز باید عدت بگذارانند. و ابن قدامه رحمت الله علیه در مغنی این اجماع رو نقل کرده که به اجماع اهل سنت و الجماعت و به اجماع فقها حکم متوفی عنها زوجها، کسی که شوهرش مرده قبل از دخول و قبل از مراسم عروسی، حکمش هم مانند کسی است که بعد از عروسی و بعد از دخول فوت کرده باشد. یعنی بنابر آیه قرآن والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10 4 ماه و 10 روز باید عدت بگذارند. تشکر می‌کنم از شما. بعد از ختم قرآن آیا صدقه دادن شرط است؟ نه، صدقه دادن که به عنوان یک رسم باشه، به عنوان یک عادت باشه که بعد از اینکه قرآن رو ختم کردید حتما باید صدقه بدهید، چون این چیزی از نظر شرعی ثابت نیست و این بدعت شمرده می شود که حتما کسی که قرآن رو ختم کرد باید شیرینی بدهد یا صدقه بدهد، چون این چیزی ثابت نیست و بدعت هست. درست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن زنی که با شوهرش دعوا کرده یا همون اصطلاح خودشون جنگ کرده باشد و شاید مرتکب گناه شده با این کارش و الان شوهر او را بخشیده، آیا گناهش نیز بخشیده میشه؟ بله، وقتی که یک انسانی در حق کسی دیگر کوتاهی کرده باشد و حقوقش را ادا نکرده باشد که سبب درگیری و ناراحتی شده باشد، بعد از اینکه معذرت خواهی بکند و طلب عفو و معافی بکند و اون طرف هم وقتی که میبخشد، این حقش در واقع ساقط شده. یعنی تمامی حقوق الناس که تعدی بر حقوق الناس باشه، وقتی که شما رفتید از خود صاحب حق معافی و حلالیت طلب کردید و اون شما را بخشید و معافتون کرد، از نظر شرعی در واقع برگردن شما گناهی دیگر نیست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده آخری آقا محمد از افغانستان بودن که در مورد حق شفعه در زمین سوال کردن. اساسا در مورد حق شفعه بین گفتیم، شفعه به معنی همجواری، به معنی همسایگی هست. شفعه به معنی همسایگی و همجوار بودن. یک کسی در یک همسایه کسی دیگر هست. الان همسایه میخواد که زمین خودش را بفروشد، خونه خودش را بفروشد، آیا یا همسایه حق دارد که اون را بخرد یا اولاتر هست که اون را بخرد؟ جمهور در این زمین اختلاف نظر وجود داره که اصلا این حق شفعه وجود دارد یا وجود ندارد، که در کدام مورد وجود دارد، در کدام مورد وجود ندارد. جمهور فقهای اهل سنت و الجماعت یعنی حنبلی ها، مالکی ها و شافعی ها معتقد به این هستند که همسایه حقی در شفعه ندارد. همسایه حق شفعه ندارد مگر در صورتی که شریک باشند. مگر در صورتی که شریک باشند، یعنی فرض کنید که یک زمینی هست مشترکه، مشاع هست، در میان 2 نفر هست یا چند نفر هستن، یکی از این شریک ها میخواد که زمین خودش رو بفروشد. تا زمانی که شریکش راضی نباشد نمیتواند این رو به فرد ثالثی بفروشد، یعنی اول باید به خود همین شریک بفروشد و اگر این شریک خبر شد که فلان شریکش زمین سهمی خودش رو فروخته، به یک فرد بیگانه، یک فرد ثالثی، میتواند این معامله رو به هم بزند و این زمین رو خودش چیکار بکند؟ بخرد. این حق
شفعه هست. در مذهب جمهور علمای اهل سنت و الجماعت و جمهور مذاهب این در واقع فقط در موردی هست که حق مشاعی باشه، حق مشترک و شریکی باشد و دلیلش هم روایتی از در صحیح مسلم از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردی که تقسیم نشده بود قضاوت کردند به شفعه. این جمهور علما هستند. در برابر جمهور مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دایره شفعه یه مقدار وسیع‌تر هست. گذشته از اون موردی خونه‌ای که مشترک هست، شریک هستند انسان چند نفر، یا منزلی که یا زمینی که باشه، ملکی باشه که خودشون شریک هستند، گذشته این که در این مورد در واقع شفعه وجود دارد. اضافه بر این هم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در همسایگی هم شراکت هم شفعه وجود دارد. یعنی همسایه شما از نظر فقه امام ابو حنیفه حق ندارد که خانه‌اش را، مغازه‌اش را، زمینش را بفروشد مگر در صورتی که این همسایه چیکار باشد؟ راضی باشد. همسایه حقدارتر و اولاتر است. اول به همسایه بگوید که این زمین را، این منزل را، این مغازه را میخری یا نمیخری. اگر خرید اون اولاتر هست باید به اون بفروشد و اگر اون در واقع نمیخواست بعد از این میتونه به فرد دیگری بفروشد. و این هم دلیل صحیح دارد در روایتی از در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الجار احق بشفعه جاره، که همسایه به شفعه همسایه در واقع اولاتر هست. یا روایت دیگری هست که الجار احق بسقبه. روایت متعددی با الفاظ متعدد در این زمینه وجود دارد و در این میان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و بسیاری دیگر از فقها اومدن این دوتا مذهب رو و این دوتا نظریه رو با هم دیگر جمع کردن. و صورتش این از گفتند که در صورتی که راهشون یکی باشه، مشترک باشن یا منافع مشترک دیگری رو داشته باشن، این در واقع در این زمینه شفعه وجود دارد. در صورتی که راهش یکی هست، مثلا جوی آبش یکی هست یا منافع مشترک دیگری رو مثلا داشته باشن، در این صورت شفعه وجود داره و در غیر این صورت گفتن شفعه وجود ندارد. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در هر صورت و موقعیتی همسایه حق شفعه دارد و باید این حق شفعه رو بدهند. اما این بیننده ما یک به قول چیزی که در فقه احناف اومده یک حیله شرعی رو در اینجا مطرح کردن. بله. این مثلا یک وقت اونم روی به پایان هست، این که مثلا یک زمین رو میفروشید شما یک جایی به یک فردی که دوستتون هست، عزیزتون هست، یک به برادرتون هست، فامیلتون هست، میخواهید که این زمین حتما باید به اون کسی که شما دوست دارید فروخته بشه. الان معمولا اون کسانی که میخوان فرار بکنند از این حق شفعه میگن دور بر این زمین را، یعنی چهار طرفش را به مثلا 1 متری 20 سانتی 30 سانتی مثلا میگه این قسمت رو من بخشیدم، این قسمت رو بخشیدم یا این قسمت رو نمیفروشم، مال خودم باشد و این وسط زمین رو فروختم. یعنی خب وسط زمین رو وقتی فروختی خب کسی دیگر نمیتواند که ادعای شفعه بکند. در صورتی که این گونه باشد انسان باید مراعات بکند، مصالح شرعی رو باید انسان حتما باید مراعات بکنه. وقتی که معتقد به یک مذهب هست، وقتی که معتقد به این است که فتوای فلان امام در این زمینه درست است و حق فلان مسلمان هست که حق شفعه ببرد، وقتی که انسان پایبند مذهب هست و احترام میگذارد به فتوای یک مذهبی، خب نباید برای خودش راه گریزی رو پیدا بکند یا اینکه فرار بکند از این حکم شرعی. این حکم شرعی این است که این زمین رو به همون کسی که در علمای شما فتوا دادن، در مذهب شما فتوا دادن، به همون کس در واقع باید بفروشه. اما بالفرض اومدیم اگر کسی در مرزی که با شراکت با دیگران بود یک قسمت رو نفروخت یا هدیهش کرد یا این رو به صورت دیگر نمیخواست که بفروشند، در این صورت خب عملا هم کسی نمیتواند که ادعا بکند و به زور ادعای حق شفعه بکند و چاره‌ای هم برای حل این نیست مگر اینکه خود صاحب زمین راضی بشه. درست. جزاکم الله خیر. ان شاء الله که راضی باشه و این مشکل هم حل بشه. تشکر میکنیم از شما و از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه پای برنامه نشسته بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لأزيل الحيرة من أمري